صدای بانوان باید پخش بشه. نیمی از جمعیت موزیسین ما بانوان هستند. استاد عظیم‌الشأن آقای شجریان اینجا حضور دارند، شاگردانی دارند که بسیار بسیار ورزیده خوب و بین بانوان و دخترها میخوانند. اینا کی باید بخوانند؟ کی به اینا اجازه داده خواهد شد که صداشون پخش بشه؟ خواست ما اینه. ما نیومدیم که بگیم بله خیلی چیزا هست، حالا اینقدر مسائل عدیده وجود داره که ما اگر بخوایم اینجا عنوان بکنیم شاید وقت شما رو من بگیرم، ولی واقعا من امروز به هیچ وجه دلم نمیخواست دیگه بیانیه بخونم. بیانیه فایده ای نداره، همون بر ما دانش آموزان عزیز واضح و هست بیان میشه. من فکر میکنم همه دوستان من در خانه موسیقی و همه عزیزانی که هستند یک دل و یک صدا واقعا ما اینها رو میخوایم. مجوزها، سالن کنسرت، صدای بانوان، سازها، همه اینها درخواست‌هایی است که ما از مسئولین میخوایم. یاد شعر حافظ افتادم میگه شهر خالی است و شاه بود کس طرفی، مردی از خیش برون آید و کاری بکند.